دوستای خوبم سلام، امیدوارم که عالی باشید. میخوام اولین ویدیو بلند یوتیوب رو شیر کنم امروز. امیدوارم که خوشتون بیاد و مورد استقبالتون واقع بشه. امروز یه نون پیتا درست کردم، همینطور که میبینید تو فیلم، با آب لبو که رنگش قشنگ بشه و خوشگل تر بشه. خب قطعا خاصیت لبو رو هم بهش اضافه میکنه. طبق دستوری که براتون تو کپشن و توضیحات می نویسم، اول مواد خشکمون رو قاطی میکنیم، بعدم آب لبو رو اضافه میکنیم و حسابی ورزش میدیم تا یه خمیر منسجم و یه دست به دست بیاریم. روش ورز دادنم خب تو ویدیو میبینید، یه کمی تنده ولی فکر کنم کامل واضح باشه. بعد خمیرمون رو منتقل میکنیم به یه ظرفی که میذاریم که حجمش رو برابر بشه. روش رو من فقط خیلی کم به اندازه چند قطره با روغن مایع رو و اطراف خمیرم رو چرب کردم. تو فاصله که خمیرم استراحت میکنه مواد میانیش رو آماده میکنم که براتون توضیح میدم در موردش. وقتی خمیر 2 برابر شد حجمش، خمیر رو به چونه های کوچیک تقسیم میکنیم. تقریبا از این مقدار خمیر 6 تا چونه 65 گرمی من به دست آوردم. بهتره که خب همشو هم اندازه بگیرید. نکته مهم این نون اینه که نباید موقع باز کردنش چونه هاتون آسیب ببینه، خمیر پاره بشه. الان خمیرامون چونه میکنیم، بعد کاملا از زیر خمیر رو جمع میکنیم که منسجم باشه، میذاریم استراحت کنه. حالا نکته مهمه، یکی دیگر نکته های مهم این ویدیو، استفاده من از سوسیس های خونگی نیک فود هستش. دستشون درد نکنه خانم خجسته عزیز، واقعا بدون هیچ نگهدارنده‌ای، بدون هیچ مواد افزودنی سوسیس و کارباسای عالی سفارش میدن و من هم به خاطر خودمون هم به خاطر هاکان، میدونید که از بیرون نمیخرم، فقط از ایشون میگیرم سوسیس رو سفارش میدم و خواستم با این ویدیو از ایشون هم تشکر کنم. مواد ساندویچ من آماده شده، خمیرامونم استراحت کرده. حالا خمیر رو به همین صورتی که میبینید با چرخش 90 درجه با وردن بازش میکنید. همونطور که گفتم، نکته خیلی مهم توی این خمیر اینه که اصلا نباید خمیرتون آسیب ببینه، زخم بشه. حتما با آرد کم زیر و روش رو بزنید و آروم آروم بازش بکنید. من سعی کردم چند تا از چونه ها رو باز کردنشو نشون بدم که کامل و واضح تو فیلم مشخص باشه و بتونید به راحتی این کار رو انجام بدید. اگر خمیر آسیب ببینه باعث میشه که موقع پخت پف نکنه و اون نتیجه‌ای که میخوایم رو به دست نیاره. همین خمیرها من آماده کردم. 2 روش پختم براتون ضبط کردم. یکی توی ماهیتابه، اول یعنی من قبل از که شروع کنم چونه ها رو باز کردن، ماهیتابه رو گذاشتم داغ شه، فرمم روشن کردم رو دمای 260 درجه، یعنی روی ماهیتابه کاملا داغ خمیر رو میذاریم. برای روش ماهیتابه همین که شروع به پف کرد یه طرفش، بلافاصله خمیر رو پشت رو میکنیم. یعنی این کار پشت رو چندی بار انجام میدیم تا خمیرمون کاملا پف کنه، حالت توپی بهش دست بده. این باعث میشه هم توش کامل بپزه، هم دو طرف خمیرمون تقریبا یک اندازه بشه و همین که کامل خمیر پف کنه. خیلی لحظه قشنگیه، حس خیلی خوبی به من داد. امیدوارم شما هم امتحان کنید و حتما این حس رو بگیرید. روش بعدی هم توی فر بود که سینی فر رو استفاده نکردم. فر رو کاملا داغ کردم، توری فر رو روش یه کاغذ روغنی گذاشتم و خمیر رو گذاشتم توی فر تقریبا 10 دقیقه طول کشید تا بپزه، ولی روی گاز هولوش هر خمیر اندازه 2-3 دقیقه‌ای میپزه. من 2 تا از خمیرها رو تو فر آماده کردم، بقیه‌اش رو روی گاز. یه بار دیگه روی گاز رو براتون ویدیوشو گذاشتم که بتونید کامل مسلط بشید به این کار و تو اولین تست شما هم بتونید بهترین نتیجه رو بگیرید. همینطوری که میبینید خمیر بعد از چند بار زیر و رو شدن کامل پف میکنه و
دو لایش از هم باز میشه کاملا. وقتی که توی فر درست میکنیم نازکی دو طرف خمیر یکی هست، اینم خمیر فرم و رو زیرش هیچ رنگی نمیگیره، اما تو مایتابی که درست میکنیم زیرش رنگ داره. حالا یکم جلوتر بهتون نشون میدم. ببینید اینم نتیجه کارمون، خمیری که کامل دو لایش باز شده. من ترکیب سوسیس هایی که از خانم خجسته عزیز گرفته بودم و با قارچ و پنیر یه ساندویچ آماده کردم برایشون. ببینید اینجا هم میبینید کامل مشهود تفاوت نونی که با فر درست شده و با مایتابه درست شده. کاملا ولی توش باز میشه، طعمش فوق‌العاده عالی میشه و امیدوارم شما هم امتحان کنید و ازش لذت ببرید. میتونید از آب ساده استفاده کنید، میتونید از آب پنیر استفاده کنید و میتونید از آب سبزیجات مثل اسفناج استفاده کنید برای تغییر رنگ نوناتون. نتیجه کارمون این شد که هاکان از شاممون خیلی خوشش اومد. البته یه خورده برای اینکه ساندویچش ریخت ناراحت شد، ولی در کل اتفاق جالبی بود. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. نوش جان.